آقا جان تو طلبه شدم که بیام طلبشم. خب یه طرفش هم ما میگیریم که یه چیزی هم از این سهم امام بیاد تو جیب ما. اینم توپلی با بیل میریزن تو حلقت که اینجوری گرد و قلمبه شدی. تو اینجا چی کار میکنی؟ سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تشریف دارن؟ ببینم شما مگه الان روحانی نیستی؟ بله بنده آیت الله العظما شیخ براتعلی فرجینی هستم. دامتم هم بالکل برکاتوه. ببخشید البته اینو میخوام بگم شما به عنوان یه روحانی چه دردی از مردم دوا کردی؟ یعنی این چه شغلی آخه؟ جانم چی فرمودین؟ اینجا میگن شاعر گفته دوش چه خورده ای دلا. همین دوشو میگن ها. اینجا همونجاست که میگن باید رفت. گاه از قلب کسی، گاه قربون کسی، گاه جفت‌ها تو صورت کسی. من الان شرایط جوریه که انگار دشمنان نظام جفت‌ها اومدن تو صورت مقام عظما و نظام ما. زیاد قصه نخورید. ولی امر مسلمین جهان که مقام عظما باشم الان بلا تکلیفه. شما که 4 تا آب دزدک باغچه ولایت هم نمیشه. امسال در ایام عید با یک سریال در خدمتتون هستم. سریالی به نام رنگینشین، اقتباسی از پرده نشین. در ایام عید شما را خواهیم دید. با شور، با صوت، با ذوق، با زوری، با ذاتی